نمیدونم شما این مود جدید رو بازی کردین یا نه، ولی من که بازی کردم ازش خوشم میاد، چون برای اولین بار بود که میخواستم مود بازی کنم. گفتم گانی که تا حالا ور نداشتم. بچه من ایمکس رو از وقتی گرفتم تا حالا حتی یک بارم ممکنه نه تو مولتی نه توی بتل استفاده نکردم. بریم ببینیم توی اینجا چجوری رفتار میکنه. دارم شاید گان هم دارم اینجا بهتر ور ندارم و بهتر کلاس مدیکو بردارم که حداقل هیلمو پر کنه یا آرمورمو. ولی این پسر خیلی آدم چیز بود، چی بهش میگن، منحرفی بود. دوست داشت برای همه رو بفرمایه، یعنی میل کنه. آره دیگه، ول کنه. من تا الان این ایمکس رو استفاده نکردم، ولی خدایی خیلی قبل میزنه. یه اولی اینطوری رنده کردم، دومی هم رفتم پایین به اون توجه نکردم، هیپ فایر رندش کردم. سومی هم که خواستم بزنم بک داد و در رفت، ولی ولش نکردم، همینطوری بدو دنبالش گشتم تا بزنم. صدا پاشو داشتم، من این ایممو گرفتم رو انمی و حالا ببخشید یکم ایمم اینجا بود، ولی آخرش رندش کردم. اینجا گفتم این طرف چارلیه رو که زدم حداقل برم دوتش کنم، چیزی بردارم که یه صدا پیدا کردم. این آرتری بی تربیت بود، وای من رندش کردم. فقط این بچه بی تربیتی که دوست داشت مال همه رو بخوره اینجا کمپ کرده بود که به خوشگلی میخوام بزنمش. این شات اول دمیج کرد. آره جونیور